به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. علی نجار هستم. تو این ویدیو قصد دارم که یکی از مثالهای کتاب اکچوال ماتماتیکس دیکسون و همکاران رو خدمتون توضیح بدم. کتابی که من استفاده میکنم ویرایش سومه و چاپ 2020. خب، مثالی که میخوام بررسی کنم مثال 11 از فصل 7. فصل 7 این کتاب به ارزش بیمه نامه میپردازه و اینکه معمولا تو زمانهایی که ما پرداخت حق بیمه داریم تو این زمانها میان مثلا ارزش بیمه نامه رو محاسبه میکنن که مثلا تو این زمان یک چی میشه، تو این زمان دو چی میشه و الی آخر. حالا تو این زیربخش که ما میخوایم بررسی کنیم که مثال 11 هفتون قرار داده، میخواد ارزش یه قرارداد بیمه رو توی زمانهای بین پرداخت حق بیمه حساب کنه. مثلا فرض کنید شما یه بیمه نامه گرفته که حق بیمهشون سالانه باشه، میخواید شما در یه نقطه از سال، اول آخر وسطش، میخواید ارزش بیمه نامه رو پیدا کنید. یعنی دیگه اونجا حق بیمه پرداخت نمی کنید، یعنی که اگر ماهانه پرداخت میکنید یه زمانی بین دو تا پرداختتون بین ماه میخواید ارزش بیمه نامه رو پیدا کنید. خب، بریم مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم و پارامترهای اصلیش رو با هم دیگه مرور کنیم. خب، ما یه هول لایف اینشورنس داریم، بیمه تمام عمره که برای یک فرد 50 ساله منتشر شده و ارزش این بیمه نامه و اون مزایاش برابر با 200,000 دلاره که در زمان فوت در آخر سال به بازمانده های فرد پرداخت میشه. حق بیمه ای که برای این بیمه نامه در نظر گرفته و محاسبه کرده مبلغ 2375 دلاره که به صورت سالانه پرداخت میشه. خب، مخارجی که برای این بیمه نامه در نظر گرفته برای سال اول 30% حق بیمه و برای سالهای بزرگتر از یک، سالهای بعدی 5% حق بیمه رو به عنوان هزینه در نظر گرفته و اینکه مبنای ما محاسباتمون برای ارزش بیمه نامه گراس پریمیومه، یعنی حق بیمه ناخالصه و از جدول استاندارد 5% استفاده میکنیم که در آخر کتاب قرار داره و هر وقت خواستیم عددی ازش بخونیم میریم به اون جدول مراجعه میکنیم و عدد لازم رو میخونیم. خب، مواردی که از ما خواسته ما یه مرور میکنیم. تو قسمت A از ما خواسته که ارزش بیمه نامه رو در زمان C به دست بیاریم. تو قسمت B خواسته در زمان 31 و با یه رابطه بازگشتی اینو به دست بیاریم و در تو قسمت، حالا اینجا اشتباه چاپی بوده، C خواسته ارزش بیمه نامه رو در زمان C-8 به دست بیاریم و اینجا فرض کرده که نرخ مرگ و میر بین 2 سال constant force of mortality. خب، ما بریم قسمت ها رو دونه به دونه با همدیگه بررسی کنیم. خب، اولین قسمت A ما. خب، ما ارزش این قرارداد رو در زمان C میخوایم حساب کنیم و ببینیم چه ارزشی داره.
خب در زمان سی چون فرد 50 سالشه، ما زمان سی اون میشه وقتی که فرد 80 سالش میشه. یعنی 30 سال از قرارداد گذشته، یعنی 80 سالگی میخوایم ارزش این بیمه نامه رو پیدا کنیم. خب برای اینکه ارزش بیمه نامه رو پیدا کنیم، به طور کلی روند اون اینه که اول متغیر لاس رو به دست میاریم و بعدا از اون امید ریاضی میگیریم که بتونیم ارزش بیمه نامه رو حساب کنیم. به طور کلی متغیر ضرر ما، لاس ما در زمان تی عبارت هست از ارزش حال در زمان تی future benefit خب که در اینجا اون future benefit ما میشه همون مبلغ $200,000 که در آخر سال زمانی که فوت شد به خانواده فرد پرداخت میشه، به علاوه ارزش حال در زمان تی هزینه های آتی و منهای ارزش حال در زمان تی حق بیمه های آتی که اینجا همون مبلغ $3,775 که به طور سالانه پرداخت میشه. خب پس این شد متغیر لاس ما. حالا میایم این عبارت رو برای همون سی خودمون زمان سی بازنویسی میکنیم و نمادهای اکچوری اینو جایگذاری میکنیم. خب پس ال سی ما دیگه من جیو نمیذارم، برابر است با خب پرزنت ولیو فیوچر بنفیت در زمان تی میشه اینکه اس ما اون مبلغ حق بیمه بنفیتی که میخوایم پرداخت کنیم میشه نو به توان کی 80 به علاوه 1 که 80 همونطور که گفتیم فرد 50 ساله، تو زمان سی میخوایم به دست بیاریم، پس زمان باقی مانده 80 سالگی تا زمان فوتش به علاوه 1 چون آخر سال میخوایم پرداخت کنیم. خب به علاوه گفتیم چون ما از زمان 1 گذشتیم در زمان سی میخوایم، طبق فرضیات مسئله مقدار هزینه ما میشه 5% حق بیمه. خب ارزش حالش هم میشه آدو که بزرگ 80 به علاوه 1 انگل. خب این هم میشه ارزش حال ما برای مخارج. حالا ما یه مقدار حق بیمه باید کم کنیم که این هم همون آدو کا 80 به علاوه 1. خب این در واقع همون جریان حق بیمه هاست که تا وقتی که فرد زنده است پرداخت میشه و این یکی هم که اینجا است تو این قسمت به این برمیگرده که همون موقع که ما بیمه نامه رو میخریم باید حق بیمه رو پرداخت کنیم. خب طبق رابطه‌ای که داریم ارزش بیمه نامه ما عبارت هست از امید ریاضی مبلغ ضرر ما در زمان سی. یعنی من از این عبارت بالا اگر امید ریاضی بگیرم مقدار ارزش قراردادم به دست میاد در زمان سی. خب طبق روابطی که داریم، حالا این قسمت هم که این دوتا جمله آخرم میتونیم ساده کنیم، میشه منهای 95% پی بزرگ آدو کای 80 به علاوه 1. خب این مقدار میشه خب اس بزرگ، این که همون یه هول لایف اینشورنس برای فرد
80 ساله است منهای 95% حق بیمه آدو برای فرد 80 ساله، یعنی انیویتی دو برای فرد 80 ساله میشه. خب حالا میایم مقادیری که داریم جایگذاری میکنیم. خب اسمون که شد این میشه $200,000. خب A80 و آدو 80 هم از جدول میخونم، یعنی من باید این مقدار و این مقدار از جدول بخونم. خب همونطوری که تو این مثال گفته شده ما باید این مقادیر رو از جدول استاندارد Ultimate Life Table 5% بخونیم. خب من این جدول اینجا میارم، صفحه 741 کتاب، استاندارد Ultimate Life Table 5%. خب من از این جدول استفاده میکنم چون دیگه حالت سلکتش حالا که 2 ساله رد میکنیم، پس باید از اون خود اون کمیت ها استفاده کنیم. اینجا آدو ایکس ستون اول AX هم ستون دوم. میریم برای 80 سالگی. این مقادیر هست که برای آدو انیویتی ما یعنی ارزش روزش میشه 8.5484 که این مقدار بزرگتر از یکه و ارزش حال اون هول لایف اینشورنس ما برای فرد 80 ساله میشه -59,293. توجه کنید که این مقدار قاعدتاً از یک کوچیک‌تره که ما چون ارزش حالش رو به دست میاریم در هر صورت که برای اینکه یک واحد رو میخوایم پرداخت کنیم در پایان سال فوت ارزش حالش چیه که این مقدار کوچیک‌تر از یکیه. خب ما میریم که این مقادیری که به دست آوردیم از جدول خوندیم اینجا جایگذاری کنیم. پس همونطوری که از جدول خوندیم خب این مقدار شد -59,293 و این هم میشه 95,2,375 که حق بیمه ماست ضرب در اون مقداری که از جدول خوندیم 8.5484. بعد از اینکه ساده میکنیم ما مقدار 99,298 ممیز 67 دلار رو به دست میاریم. خب یعنی ارزش قرارداد ما در زمان C وقتی که فرد یا به عبارتی فرد 80 سالش باشه این مقدار میشه. پس من اینو اینجا بازنویسی میکنم چون بعدن تو همین مثال قسمت های بعدش از این استفاده میکنیم. این شد 99. حالا همونی که تو کتاب هست من اینجا می نویسم که این کتاب رود کرده $290 میشه 99,290. خب پس این شد قسمت A قضیه. خب بریم قسمت B رو با هم دیگه بررسی کنیم. قسمت B همین ارزش رو از ما خواسته ولی میخواد از یه رابطه بازگشتی اینو حساب کنیم. برای اینکه رابطه بازگشتی ما استفاده کنیم من دو حالتش رو که اینجا استفاده میکنیم رابطه های بازگشتی از فصل قبل اینجا می نویسم که هول لایف اینشورنس x ساله یک فرد x ساله مساوی با نیو کیو ایکس به علاوه وی پی ایکس ضرب در هول لایف اینشورنس فرد ایکس به علاوه یک ساله.
حالا این چیزی که فرمولی که اینجا هست، حالا به زبان ساده خدمتون بگم که تو ذهنتون بمونه، یه احتمال شرطی حساب کرده. گفته اگر این هول لایف اینشورنس، اگر فرد طی سال آینده، طی سن x سالگی فوت کنه، این QX طی سن x سالگی فوت کنه، ما آخر سال 1 واحد به خانوادهش پرداخت میکنیم، عرض حالش رو با نو برمیگردونیم. پس این یه قسمت قضیه. و قسمت دوم حالت مکمل این باشه، فرض میکنیم که فرد توی x سالگی فوت نکنه، در طی x سالگی با احتمال پی x زنده بمونه. بعد این میشه همون انگاری فرد به x به علاوه 1 سالگی رسیده و میشه یه هول لایف اینشورنس برای فرد x به علاوه 1 سالگی. میایم این مقدار رو برمیگردونیم با عامل نو که این مقدار رو تشکیل میده. خب برای a دو x هم این مقدار مساوی است با 1 به علاوه، میخوایم مقدار رابط بازگشتش رو بنویسیم، نو پی x a دو x به علاوه 1. این هم برای انویتی دوش ما اینجا نوشتیم. حالا ما طبق تمرین قسمت A VSC رو چی به دست آوردیم؟ VSC گفتیم میشه SA80 یعنی هول لایف اینشورنس منهای 95 صدم پی حق بیمه ما آدو 80. حالا میایم هر جا که A80 داشتیم، هول لایف اینشور 80 داشتیم، از این رابطه بالا استفاده میکنیم و هر جا آدو 80 داشتیم از این رابطه پایین استفاده میکنیم که بتونیم یه جورایی VSC1 رو بر حسب VSC بنویسیم. خب پس این میشه S نو Q80 به علاوه نو P80. احتمال اینکه 80 فرد تو 80 سالگی زنده بمونه تا آخر 80 سالگی به اضافه A هول لایف اینشورنس 81 سالگی. خب منهای، خب من اینجا پایین می‌نویسم که 95% پی 1 به علاوه نو پی 80 ضرب داره آدو 81. خب این است. خب پس جمله اول بالا میشه اس بزرگ VQ 80 به علاوه اس بزرگ VP 80 A81 منهای 95 صدم پی منهای 95 صدم نو پی 80 آدو 81. خب این جمله رو ما اگر فاکتور بگیریم ازش، این دوتا جمله و بنویسیم، از وی پی 80 فاکتور میگیریم، میشه وی پی 80 یعنی اینکه ببخشید نو پی 80 یعنی این فرد احتمال 80 تو 80 سالگی زنده بمونه. خب از اولی میشه اس آی 81. خب این جمله هم میشه منهای 95 صدم پی آدو 81. خب
پس همونطور که میبینید این قسمت که این میشه V31 طبق تعریفی که داره. حالا اون دو قسمت، دو عبارت دیگه هم که اینجا هست، من اینجا فقط مینویسمشون که این به علاوه S نو Q80 و منهای 95 صدم پی. خب بعد از اینکه ساده میکنیم، طرف این وسطه میکنیم، خب این عبارتی که اینجا، پس این V30 برابره با این عبارت شده. پس من اگر طرف این وسطه کنم و ساده سازی کنم، نهایتاً به این میرسم که این V ارزش بیمه نامه در زمان 31 که من برابر است با ارزش قرارداد در زمان 30 به علاوه 95 صدم حق بیمه منهای ارزش بیمه نامه نو Q80 تقسیم بر نو احتمال فرد 80 سال تا 1 سال دیگه زدم. حالا من صورت و مخرج رو ضرب در 1/500 که همون اینجا حالا 1/500 میکنم. خب چیزی که به دست میاریم نهایتا میشه V31 این مبلغ مساوی است با V30 به علاوه 95 صدم پی ضرب در 1/500 همون آی ماست منهای اس بزرگ Q80 تقسیم بر P80. پس این شد یه فرمول برای ارزش بیمه ناممون بر حسب ارزش بیمه نامه در یک زمان قبل از اون، یعنی V31 بر حسب V30 به دست آوریم. حالا اعداد رو جایگزین میکنیم. فقط من تو پرانتز فقط یه نکته برای محاسبه P80 از روی جدول به خدمتون بگم که ما P80 رو چطور حساب میکنیم. خب P80 طبق تعریف P80 مساوی است با L81 تقسیم بر L80. خب میریم از جدولی که داریم این دو مقدار رو میخونیم. خب جدولی که توی کتاب دارید شما صفحه 737 استاندارد سلکت and ultimate survival model. ما این LX ها رو میخوایم از این جدول بخونیم و توی محاسبات قرار بدیم. خب چون بیمه نامه ما بیشتر از 2 سال ازش گذشته، اون اعدادی که میخوایم حساب کنیم P80 30 سال ازش گذشته، ما این ستون باید در نظر بگیریم، یعنی که دیگه از سلکتش استفاده نمی کنیم. خب اینجا من این اعداد رو میخونم. x به علاوه 2 برای 80 میشه این مقدار، برای 81 میشه این مقدار. همونطور که میبینید مقدار به صورت کاهشیه، هر چقدر سم که بالا میره این الیکس ها کاهش پیدا میکنن. خب این دو مقدار رو من اینجا از جدول میخونم و اینجا مینویسم که اولیش بود پس 70 یعنی 81 منظورمه. L81 میشه 73 186 ممیز 31 و L80 ما میشه که مقدار بیشتر 75 657 ممیز 16. خب این دو مقدار رو تقسیم کنیم P80 ما در میاد 96 73 41. پس این شد P80 ما یه مقدار. و برگردیم به این جایگذاری اعداد
تو این فرمولمون. خب پس ما VSC رو که از قسمت A به دست آوردیم شد 99,299 دلار به علاوه 95 صدم حق بیمه اون که 2375 بود ضرب در 1/5 منهای اون 200,000 دلارمان که من اینجوری می‌نویسم 2 ضرب در 10⁵. خب کیو هم که میشه 1/. این مقدار اینجا که ما حساب کردیم. من اینجا برای P80 میزنم چون جا نداریم، پس میشه 1/. این مقدار. اینجا که P80 رو که داریم 96 73 41. حالا بعد از اینکه ساده کنیم مقداری که برای ما به دست میاد میشه 103,480 ممیز 79 سنت. این شد مقدار ما برای V31. پس ما تونستیم V31 هم به دست بیاریم و قسمت B مثلا مونم حل کردیم. حالا میخوایم بیایم قسمت C رو حل کنیم که گفته به ما ارزش قرارداد رو توی زمان C/8 حل کنیم به دست بیاریم. خب فرضی که به ما گفته بود فرض constant force of mortalityه. پس من اینجا صورت چیزی که از ما میخواست قسمت C بگیم که V C/8. خب پس من اینجا یه پرانتز باز میکنم که در خصوص constant force of mortality که حالا میخوایم استفاده کنیم چه روابطی برقرار هست. خب constant force of mortality فرمولی که داریم توی کتابتون هم هست، یک QX ما میشه 1/E به قوه منهای μx که یه مقدار ثابته. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که خب PX ما هم که میشه E به قوه منهای μx. پس این یه رابطه. حالا برای T بین 0 و 1 ما این رابطه رو داریم تو حالت constant force of mortality که میشه T برابر μx ما. به عبارت دیگه این px ما میشه E به قوه منهای T μx که با این قسمت تو اینجا مشخص کردیم مقایسه کنیم، در نتیجه T px ما یعنی این قسمت توش که میشه px مون مساوی با px خودش به توان t، یعنی هر چی ضریب که این پشت هست این بین 0 و 1 ما به توان t میرسیم. خب حالا یه حالت خاص تو این مثال که پیش میاد اینه که حالا شاید ما چنین مقداری رو بخوایم حساب کنیم که t p x به علاوه یه مقداری مثل u میخوایم اینجوری حساب کنیم. حالا به شرط این که این t به علاوه u حالا بین 0 و 1 باشه، حالا 1 هم باشه مشکلی نداره. برای محاسبه این حالا من فقط اینو میخوام به شما بگم در هر صورت که به توان t میرسه، یعنی این u مهم نیست اینجا، این t مهمه. خب من اینو اینطوری مینویسم، اینو طبق فرموله که داری میشه Lx به علاوه u به علاوه t تقسیم بر Lx به علاوه u.
حالا صورت و مخرج رو من تقسیم بر یه LX میکنم، پس میشه LX به علاوه U به علاوه T تقسیم بر یه LX، همچنین LX به علاوه U تقسیم بر LX. خب پس صورت ما میشه احتمال X U به علاوه T میشه و اینجا احتمال X U میشه. خب طبق این رابطه‌ای که این بالا به دست آوردیم، خب طبق این رابطه اگه جایگذاری کنیم اینجا، چیزی که به دست میاریم من اینجا می نویسم، این میشه همون پی x به توان u به علاوه t، این هم میشه پی x به توان u. خب این u ها با هم دیگه ساده میشه، پس در نهایت میشه پی x به توان t. من اینجوری پی رو می نویسم، منظورم پی کوچیکه، حالا بعضی وقتا اینطور می‌نویسم بعضی وقتا. پس ما به این نتیجه رسیدیم که پی احتمال اینکه x به علاوه u سال t سال دیگه زنده بمونه، حالا این t یه عدد کسری هست اینجا، تو حالت کانستانت فورس آف مورتالیتی میشه اون پی x به توان این t که اینجا به دست. پس این یه نکته بود که اولش خدمتون توضیح دادم. حالا میریم برای تفسیر اون مقداری که میخوایم به دست بیاریم. خب ارزش روز بیمه نامه من مستقیم می نویسم دیگه، متغیر لاسش رو اینجا نمی نویسیم همونجوری که کتاب نوشته. پس ما در زمان 30 ممیز 8 دهم میخوایم به دست بیاریم. برمیگردیم به مثلا. خب این دو قسمت داره دیگه. یه قسمتش مزایای ماست که باید ارزش حالشون رو در زمان 30 ممیز 8 دهم به دست بیاریم. یه قسمت هم اون پرمیوم ماست، پرمیوم آتی ما که باید ارزش روزش رو در زمان 30 ممیز 8 دهم به دست بیاریم. خب من میام اول expected present value برای اون بنفیتامون رو دو حالتش میکنم، در دو حالت به دست میارم، شرطی میکنم به قول من. خب شما در نظر بگیرید اینجا سال 30 قراردادمونه، اینجا سال 31 مونه. ما یه جای اینجا که 30 ممیز 8 دهم میخوایم اینجا ارزش قرارداد رو به دست بیاریم. خب ما هرچی هست رو نگاهمون اینجا رو به آینده است، آینده نگر فکر میکنیم. یعنی من باید ارزش بنفیت آتی در اینجا و ارزش پرمیوم آتی در این نقطه رو به دست بیارم. پس من یه کاری میکنم، به جایی که اولین احتمال پرداخت وجود داره برسم. خب تو این بازه 2/10 سال یا من زنده میمونم یا فوت میکنم. منظورم همون فردی که بیمه شده است، یا فرد بیمه شده زنده میمونه یا فوت میکنه. خب در حالتی که فوت بکنه یعنی که این فرد الان 80 ممیز 8 دهم سالشه، من میگم توی 2/10 سال دیگه فوت میشه و وقتی فوت شد به اون یک واحد پرداخت میشه. من این یه واحد رو که حالا یک واحد رو اینجا اون مقدار اس ماست و من باید این مقدار رو 2/10 سال برگردونم، پس به توان وی به توان 2/10 میارم. پس اینجا یه واحد اینجا من اینجا تو پرداخت میشه، من یه واحد رو اینجوری برمیگردونم اینجا که با عامل تنزیلش اینجا میشه نو به توان 2/10. پس این شد یه حالتش. حالت دوم این که شما این فرد 80 ممیز 8 دهم سال 2/10 سال زنده بمونه، بعدش دیگه میشه یه هول لایف اینشورنس 81 ساله
که ما حالا مثلا اون بنفیتش رو در اون ضرب میکنیم و دوباره باید برش گردونیم 2/10 سال. این هم یه A81 میشه. پس این برای بنفیت ما رو شرطی کردیم. به خاطر اینکه شرطی کردیم که خب یه جوری باید ما این حالتها رو در نظر بگیریم که فرد شاید تو این بازه فوت کنه، شاید زنده بمونه، که بتونیم به مقدار صحیحی برسیم که بتونیم رابطه‌هایی که داریم ازش استفاده کنیم. پس 30/8 ارزش حالش شد این دوتا مقداری که الان من نوشتم. دوباره بازنویسی میکنم. 2 Q 80/8 S نوی 2 به علاوه یه فرد 80/8 سال 2 سال زنده بمونه ضرب در اون مقدار بیمه بنفیت ما به توان 9 به توان 2 ضرب در A81. خب ما این مقدار پرمیوم هم کم میکنیم. پرمیوم به همین ترتیب نکنید. تو زمان 31 ما میشه A2 81. اینو با برگردونیم ضرب در پی همین 80/8 2 سال ضرب در نوش میکنیم. پس این هم میشه به عبارتی، پس این احتمال اینکه یه 80/8 سال 2 سال زنده بمونه نوی 2. خب حالا اینجا پرمیمون مثل چیز حالت قبلی میشه 95% دیگه. 95% پرمیوم A2 81. پس متوجه شدید ما از این فاصله و اینکه اینجا پرمیوم ارزش حالش در زمان 31 قرارداد میشه A2 81 چون فرد 81 سالشه و این 95% شما در نظر میگیریم حالا با توجه به اون مخارجی که وجود داره که یه عامل کاهنده بود. این میشه 95% به عنوان مخارج میره. با این عامل تنزیل برش گردونیم که حالا اینم توی متون به صورت این رابطه هم می‌نویسن که مثلا این 80/8 این هم 2. خب یه خورده اینو ساده کنیم. این کیو که همونجوری می‌نویسم من کیو 80/8 2 ضرب در اس نوی 2. خب این قسمت دوم این دوتا جمله که هست، یکی این جمله یکی این جمله، این مشابه همون وی 81. من یه فاکتور ازش بگیرم. از فاکتوری که میخوایم بگیرم از احتمال فاکتور میگم 80/8 2 نوی توان 2 فاکتور بگیرم. چیزی که باقی میمونه اس A81 منهای همون پی 95 A2 81. اجازه بدید این قسمت رو پایین بنویسم که جا بشه. پس فاکتور گیری که انجام بدم میشه به علاوه گفتیم اون احتمال فاکتور میگیریم 2 پی 80/8 نوی 2 پرانتز باز اس A81 منهای 95 پی A2 81.
که این قسمتش میشه وی 31. خب همونطور که گفتیم حالا ما این احتمال رو باید حساب کنیم. خب پی 80 رو که تو قسمت قبلی به دست آوردیم، پس این قسمت، این احتمال من با این رنگ دیگه اینجا می نویسم که حالا نقطه که داره فقط اینجا همینه. پی 80 ممیز 8 دهم 2 دهم، این مساوی است با طبق اون فرمولی که با اول این قسمت به دست آوردیم، میشه پی 80 به توان 2 دهم. این رابطه رو اینجا جایگزین میکنیم که حالا این مقدار احتمالی که به دست آورده کتابم برای این مقدار شده 0.99 338. یعنی شما خودتون که ما اینجا احتمال به دست آوردیم، اینجا این قسمت، این احتمال پی 80 رو به دست آوردیم به توان 2 دهم برسونید، خودتون به این عدد میرسید. خب. پس خب برمیگردیم به جایگذاری عددمون. پس این نهایتا این مساوی است با یعنی این وی 30/80 مساوی است با این مقدار کیوش که میشه 1 منهای همین 99 338 که میشه 0 2 0 66 2 ضرب داره 200,000 دلارمان با عامل تنزیل نو به توان 2 دهم برمیگردونیم به علاوه پیمون که الان حساب کردیم 99 33 8 دهم نو به توان 2 دهم، یعنی این قسمت دو قسمت رو، این دو تا جمله رو من دارم می‌نویسم اینجا. اون مقدار که هم 31 هم که مثال قبل دست آوردیم که شد 103 480 که در نهایت این مقدار میشه 103 108. خب همونطور که دیدید مثال زیاد سخت نبود و به راحتی حل شد. من اینجا اومدم برای این قرارداد بین زمانهای 30 و 31 برای مقادیر مختلف اون باقی مانده که مثلا در نظر بگیریم، اومدم یه نمودارش رو رسم کردم، نموداری که ارزش قرارداد هست. دیدم که این نمودار یه نمودار خطیه، یعنی تو این حالت خاص توی این مسئله که شما حالا این رابطه رو میخواید به دست بیارید، مثلا من فرض کنید که وی 30 ممیز حالا هر عدد تی چی میشه، مثلا نیم باشه 6 دهم باشه، من اومدم نمودارش رو از 30 شروع کردم تا 31 رفتم با توجه به این constant force of mortality. این فرضی که داریم، چیزی که به دست آوردم یه خط صافه از این عددی که اون 99,920 بود شروع میشه میره به بالا. مثلا اینجا اگر x مون نیم باشه، یعنی در زمان 30 ممیز نیم 102,537 شده و در زمان 6 دهم 102,729 و همینطوری تا آخر که اگر مثلا این آخرای نمودار در نظر بگیریم، اینجا همون مقدار یکی، یعنی برابر با وی 31. خب این بود توضیحات من در خصوص مثال هفته 11. امیدوارم که مورد قبولتون واقع شده باشه و بتونید از این استفاده کنید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.